یعنی عملی تو به تو همان وقت فایده دارد که نمازی تو، روزه تو، حج تو اول بفهمی که لا اله الا الله چی معنی دارد. تو اول توحید رو بفهمی و شرک رو ترک بکنی. برای همین ما میگوییم و علما گفتند که لا اله الا الله همان وقت سبب نجات انسان می شود که انسان علم در بالای این کلمه داشته باشد، عالم معنای این کلمه باشد، دلالت های این کلمه رو فهمد. پس علم این شرط از شرط های صحت کلمه توحید است. کسی که نفهمید و ندانست لا اله الا اللهش درست و صحیح نیست. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم. یکی شما به جنت میبرد همین کلمه لا اله الا الله است. لا اله الا الله هم معناش فهمید که نیست معبودی بر حق بجز الله است. یعنی یگانه الله باید عبادت کرده شود و کفر به طاغوت ورزیده شود. حاکم های طاغوت، صوفی های غلات، شیخ های غلات، اینا باید تکفیر کنید. این حاکمایی که به حکم غیر الله حکم میکرد تکفیر کنید. کسایی که شرک اکبر، کفر اکبر میکرد اینا کافر دانید و هر چیزی که غیر الله عبادت کرده میشود اینا انکار کنید، کفر باطل دانید. یگانه الله عبادت کنید، یگانه الله را سر خم کنید، یگانه الله دینش قبول کنید و بعد از این توحید روز به روز آموزید، یقین پیدا کنید، صادق باشید، دروغین و کذاب نباشید، صادق باشید و بعد از این بارک الله فیک اخلاص کنید، یعنی همه عمل به الله انجام دهید و نماز ترک نکنید و اعتقاد کنید که تارک صلات کافر است، اعتقاد کنید که تارک کافر است. بعد از این عمل انجام دهید. انا همین است اسلام. و اهل توحید موالات کنید. و اهل توحید موالات یعنی اینکه همین برادرهایی که در همین جماعت هستند از اهل توحید به همینها دوستی کنید، همینهای برادر دانید. اما به اهل کفر و شرک، به طاغوت پرستا، به این ملاهای طاغوت، به این ملاهای صوفیه که در دهتون بودن، به اونها براءت اعلام بکنید، زیرا که اونها خیانتکار هستند تا امروز خیانت به اسلام و مسلمین کردند. از همین جهت بارک الله فیکم همین عقیده ما هیچ کس به خاطر دنیا، به خاطر بشرش، به خاطر یگان تجارت بدبینی نداریم. همه بدبینی که داریم به خاطر دین است. به خصوص علمای صوفی تاجیکستان اشری ماتریدی بدبینی ما به خاطر دین همین است که رد کردن به دین و حق نرسوندن. اما تا امروز هر چیزی کردید، تا امروز هر گپی در حق برادرای ما، در حق ما گفتید، همه ما میبخشیم. ما به گذشته پروایی نداریم. الله سبحانه و تعالی بخشنده اینچنین مهربان است. الله هم شما میبخشد، لیکن به شرطی که لا اله الا الله رکنش فهمید، شرطاش فهمید، الله در بالای عرش دانید و اعتقاد کنید که کسی که الله در آسمان نمیداند کافر است، کسی که تارک الصلات است کافر است، کسی که عبادت غیر الله میکند کافر است، قبر پرستا کافرند، ملاهای تاجیکستان که حکومت تاجیکستان طرفدار میکنند کافرند، از پیش اینها نماز خواندن باطل. یگانه جماعتی که حقی که است این جماعت اهل سنت و جماعت موحدین، اینها پیروان امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه بجز در بعض مسائل و دیگر سلف صالح از ابو زرعه و غیره و پیروان صحابه. انا همین است. به دشمنان الله دشمنی کنید، به دوستان الله دوستی کنید و به دوستان الله دشمنی کردن را این را کفر دانید. کسایی که دوستان الله اهل توحید خوارج میگن انا منو کافر دانید. انا همین است عقیده ما که از قرآن و سنت گرفته شده، دیگه هیچ چیز نیست. انا اگر همین چیز قبول کنید شما برادر اهل توحیدی. ما قبول کردم برادر جون، گوش کنید. ما قبول کردم. همین برادران ما را ببخشن، همین برادران ما را ببخشن. وقتی ما در اومدم ما را نگن که جورا تو فلانی هستی کو و خدا ما قطعشون همکاری دینی حقیقت میکنیم انشالله. با برادر اهل توحید میگیم که برادر عزیز دعوت همین است که هر کسی که بود چیزی بود، خواه وی مشرک بود، خواه مرتد بود، خواه لشکری طاغوت بود، خواه خود طاغوت بود، خواه به شما بدی کرده بود، بعد از این که آمد و اعلان کرد که اولا بخشش از شما میپرسم و بعد از این که بخشش پرسید شما تو این که گفته بودین خیلی گفته بودین نگوین، برعکس یک بار منهج پیشنهاد کنید، زیرا که بخشش شما بدون منهج فایده ندارد. منهج پیشنهاد کنید که تمام ما میبخشیم، ما به خاطر خودمون دعوت نکرده شده، ما دو هر وقت همه را میبخشیم، اما منهج قبول میکند یا نمیکند. منهج پیشنهاد کنید، اساس اصول دین قبول کنید. کس توحید آموز بگین، توحید کسی که نداره کافر میشد بگین،
ترک شرک مثل البلا و البرا تارک الصلات این مسائل فهمونین الله در بالا بودنش قبول کرد حوالهش به الله هست انمین شما دعوت کردید تمام به گذشتش گپ نزنید تا زمانی که گشته اگه منافقیش رو نبینین بعد از توبه کردنش اگه منافق بینید البته با گپ میزنید لیکن بعد از توبه بعد از بخشش پرسیدن گشته نگویین که این خیل میکرد اون خیل میکرد برای چی برای که پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید چقدر انسان ها رو دعوت کردن در حالتی که پیش از مسلمان شدن به پیامبر ضرر رساندنی بود حتی عمر رضی الله عنه پیش از پیامبر به پیامبر ایمان آوردن پیش از ملاقات کردن با پیامبر صلی الله علیه و سلم با خواهش کشتن و این خواهش به نزد پیامبر اومده بود که من پیامبر قتل میکنم اومد لیکن به خاطر کشتن پیامبر اومد لیکن دعوت شد نگفتن که کشتن اومده به دین اون یا که دیگر از مشرکین که مسلمان شدن بمانندی سبحان الله این ابو سفیان مسلمان شد پیامبر اون چیزی نگفتن اونم که ابو سفیان چقدر کار کرد خالد ابن الولید مسلمان شدن پیامبر برعکس خرسان شدن در حالتی که خالد ابن الولید سرلشکری مشرکین قریش در جنگ احد سبب شد که پیش از اسلام آوردن شکست خورن مسلمان ها لیکن پیامبر بعد از مسلمان شدن چیزی نگفت یا که وحشی اما که پیامبر کش بعد از اسلامش قبول کردن بخشش قبول کردن الله قبول کرد البته پیامبر گفتن که من روش دیدن نمیخوام این دیگر چیز است لیکن قبول کردن گذشتهش نقل نکردن که تو این خیل بودی نیست به خاطر چی به خاطر اینکه الاسلام یجب ما قبلها اسلام پیش از خودش بوده چیزای نابود میکنه کفر وقتی که کسی توبه پیش از خودش دیگر میکنه ما به این انسان میگیم که حالت شما بین خود شما و بین الله توبه شما حقیقی باشد هر روز در بین برادران اهل توحید عقیده آموزید توبه شما حقیقی نباشد ما ظاهرا نبینیم مسلمان میگیم اما باطنا شما در روز قیامت حقانی این سخن گفته ایستادید یا که دروغ یا که نوبت و کار شما و در بین الله است الله روز قیامت هر کس دروغ بودنش بیرون میکنه هر کس در این نشانگی چیز بیرون ما حضرت جون بخشید علمون صحبت کردی بارکالله خدا عمر دراز و همه که توحید به دیگران هم برد والله قسم ما همین توحید از زبان همین برادران از همین گروپ ما فهمیدیم ما حتی جستجو کردم حتی ما از همین دومون استادایی که تاجیکستان داره ما همین دیگه گوش نمیکنم برادر فقط صحبت ما ابو محمد من همه علمایی که من مثل که او شهید کردن این افغانستان متوکل باید گوش میکنم که ما فقط ما توحید میفورم گوش کنم ما یکون شجری همچی شما را شوخیکار نیستم انا جاسوس نیستم محملو ما در حق شما دعا میکنیم در حق دیگر بچه های توجیب دعا میکنیم که الله شما را باز هدایت کند فهم صحیح نصیب کند زندگی شما خوب کند شما بهترین انسان ها در این دنیا و آخرت کند در این دنیا سربلند باشید در آخرت سربلند باشید به شرطی که با توحید باشید هر کسی که توحید قبول کرد این ما قبول نکرد الله قبول کرد توحید این حق ما نه توحید حق الله است ما وظیفه ما همین است که فقط میگیم الله آموزید الله پرست باشید توحید آموزید گفتن همین است که من آموزید نه الله آموزید ربوبیت الوهیت یگانه الله عبادت کردن و غیر الله انکار کنید کسایی که شرک میکنن تکفیر کنید اشعری ماتریدی گمراه دانید صوفی غلات گمراه دانید مدخلی حزبی و این دموکراتای گمراه دانید زیرا که اینها مخالف توحید هستند ولی این چیزا آهسته میآموزید من از اساسش گفتم این برادرهایی که اینجا هستند در این گروه ها برادرهایی که هستند نامشون ابو علی هست ابو عمر است ابو یک چند نفر اینها از برادر شیر هستند یا دیگر اینها برادر ادریس ابو مجاهد و غیره دیگر برادرها ابو عبدالرحمن من نام اینا زیاد است صدها نفر هستند بگیم خطا نمیکنیم اینها هم مثل شما یک انسان هستند یک جوان توجیک هستند که توحید اینها هم از اوچهشون تولد شده موحد تولد نشده بودند اینها هم حق فهمیدند آموختند قبول کردند و موحد شدند شما هم مثل همین بچه ها عزیز شدنتون ممکن است قبول حقانی کنید حتی همین برادرها برایت آهسته گوش کنید سوالهاتون تیید سوال جوابش گیرید دین الله آموزید و انشاء الله که قسم به الله هر کسی که توبه کند توحید قبول کند آموزد در این دنیا عزیز میشه در این دنیا
برادر ابو محمد یک مولود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت. برادر یک چیز همین بولی همین موضوع یک میگم به همه پیش برادر یک موضوع ده بو بسیارتر فهم زیاد اندازید برادر ما یک اهلی بدعت کتی بحث کردم بحثی که خما اوخه علمی که عربی ندارم در باره آیتی ممتحن سوره ممتحنه آیتی 4 این همین در باره همین باور کنید من بحث کردم او بدبخت میگد که این آیات میگد فقط در باره انا همون آدمایی که یگان ریزگی توحید قبول ندارد گفت میگه ده اکو ماما چی میگه او عربی او میگه همین عربی که من گفتم بیست اوخی من عربی نمیدونم اوخی همین معناشه اوخی من آیاک از میسو گریم آیاک مادنی نه آیاک از چند جو اقران یفتیم که اوخی اول ما براوت از شرک نه از خودی شرک کننده گم باور کنید به نام الله میگم همین معنی میخواست که معنوی همین آیت تغییر تید درباره همین آیت کمک برادر ابو محمد یا مفصل کمک بفهم تید برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موضوع بهترین البته ما درباره‌اش زود کمی صحبت میکنیم. این برادری که اولو توبه نو کرده اومدن توبه نو کرده قبول کرده توحید بخشش پرسیدن این برادر هم خوب دقت بگید زیرا که ملت ابراهیم این یک راه یک روش یک منهج یک راه هست که الله سبحانه و تعالی به همه من شما فرض کرده بدون ملت ابراهیم یگان کس مسلمان نمیشه. یک نفر به برادر گفت است که به برادر نامشون صبر اینجا نوشته گفت است که این فقط به کسایی که توحید ندارد کسایی که توحید دارد به اونها مگر ملت ابراهیم شرط نیست. یک جاهل است زیرا که نبودن ملت ابراهیم دلالت به نبودن توحید میکنه. همین خوب دقت بدید هر کسی که ملت ابراهیم ندارد او موحد و مسلمان نیست کافر است. هر کسی که توحید دارد ملت ابراهیم به وی لازم نیست. اعوذ بالله. ما گفته شدیم که هر کسی که توحید دارد از این می برایت که ملت ابراهیم دارد. اگر توحید ندارد از این می برایت که ملت ابراهیم ندارد. ما موحد گفته کسی رو میگیم که ملت ابراهیم دارد. مشرک کافر گفته کسی رو میگیم که ملت ابراهیم ندارد. چرا آذری ما میگیم که مشرک است در ملت ابراهیم نیست؟ چرا لیبرالی علمانی دموکرات‌ها میگیم که در ملت ابراهیم نیست؟ چرا ما این اشعری معترضه میگیم که در ملت ابراهیم نیست؟ چرا که صوفیای قبوری میگن در ملت ابراهیم نیست؟ رافضه ها در ملت ابراهیم نیست؟ اینا مشرکین قبوری کفار هستند به خاطر اینکه اینها موحد نیستند و در ملت ابراهیم نیستند. ملت ابراهیم عین توحید است. ملت ابراهیم انمون نفی و اثبات که رکن توحید است همون است. الله سبحانه و تعالی در سوره تحریم آیه 4 میگه که کدام انسان را ما باید پیروی کنیم در مسئله یک چند عمل اصول دین. الله امر میکرد هم محمد صلی الله علیه و سلم هم مویه. محمد صلی الله علیه و سلم امر میکرد به خاطر اینکه ابراهیم پدری همه پیامبران اکثر پیامبران و پدری محمد صلی الله علیه و سلم بابای محمد صلی الله علیه و سلم از جانب اسماعیل بود. زیرا که محمد صلی الله علیه و سلم پسر اسماعیل هستند از نبیرگان و پسر اسماعیل پسر ابراهیم است. ابراهیم هم پدری پیامبرانی که از جانب یهود آمده و نصارا و هم از جانب اسلام پدری پیامبران است و ابراهیم همه احترام میکند و همه قبول دارد. از همین جد ابراهیم و ملتشون الله بیان کرد گفت ای محمد پیروی از ملت ابراهیم کن. در کدام مسئله گفت محمد و کسانی که پیروی از محمد دارید ای مسلمان ها شما پیروی از ابراهیم علیه السلام کنید. در کدام مسئله؟ قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه. برای شما ابراهیم و کسایی که از شاگردان ابراهیم هستند الگوی نیکو هستند. یعنی پیروی کنید هم به ابراهیم هم به پیروهای ابراهیم. این دلالت میکنه که ما هم به محمد صلی الله علیه و سلم و هم به شاگردان محمد باید پیروی کنیم. زیرا که پیامبر و صحابگان عقیدهشون یک خیل بود. شاگردای ابراهیم و ابراهیم عقیدهشون یک خیل بود. چه خیل بود؟ در کجا پیروی کنید؟ این خیل بود که ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منکم.
ابراهیم و شاگردان ابراهیم، دوستان و اصحاب ابراهیم و مشرکانی که در قومشون بودن، قوم خودشون مشرک دیهه، همون در دیهه خودشون مشرکی بودن، گفتن که ای مشرکو، ما از شما براءت میکنیم، ما از شما بیزاریم، همین عملهایی که شما میکنید باطل است، کفر است و شرک است و ما شما تکفیر میکنیم و ما شما ترک میکنیم. اولین کاری که ابراهیم کردند و ما مسلمان ها باید بکنیم این است که از مشرک ها باید براءت خودمون اعلام بکنیم. اول از شرک و کفر نه، اول از مشرکین. برای چی؟ برای که وقتی که از مشرک براءت میکنید این در حالت اتوماتیکی از شرک هم براءت کردید. چرا از مشرک براءت کردید؟ به خاطر اینکه فعلا شرک بود، به خاطر همین فعلا شده از مشرک براءت کرد. این یک راه بهترین و افضل ترین است، زیرا که کسی که از مشرک براءت میکند از شرک هم براءت میکند، اما کسی که از شرک براءت میکند از مشرک در بعضی حالات براءت نکردنش ممکن است، یعنی نوکر هم میمونه. شکلی که ما امروز بعضی مشرکین میبینیم شرک میگه، کفر میگه، براءت میکند، اما مشرک نمیگه. برای همین ملت ابراهیم اول باید مشرک تکفیر کنید. براءت این تکفیر است، براءت بدون تکفیر به وجود نمی آید. از همین جهت ملت ابراهیم همین است که هر کسی که شرک کرد، خواه در دین یهود و نصارا، در دین مجوس و بودیست بود، خواه خودش در دین محمد صلی الله علیه و سلم دین اسلام گفت، شرک اکبر کرد، به تو فرض است این از اصل دین است که تکفیر کنی. اگر دیدی دونستی فهمیدی تکفیر نکرد خودت کافر میشی، برای که مشرک نبود، عذر المشرک. این ملت ابراهیم علیه السلام. بعد از اینکه ابراهیم گفتند که ما از شما مشرکین بیزار هستیم، گفتند که و مما تعبدون من دون الله، و این چنین براءت خود را اعلان میکنیم بعد از شما براءت کردن ای مشرکین، انا کنون همون چیزهایی که شما عبادت میکنید، سنگ، قبر، مزار، درخت، حاکمی بغیر ما انزل الله، هر چیزی که از غیر الله اطاعت میکنید، عبادت میکنید، دعا میکنید، وسیله میطلبید، استغاثه میکنید و طلب شفاعت میکنید، ما انا همونها چی از همونها هم براءت اعلام میکنیم. از طاغوت ها، طاغوت پرستای اول تکفیر کردند، بعد طاغوت هاشون به براءت اعلام کردند و گفتند که از طاغوت هم براءت اعلام میکنیم. یعنی چه؟ اعتقاد میکنن که همون چیز کفر است، شرک است، همون چیز عبادت غیر الله است، همون ترک میکنند و همون عبادت چه تکفیر میکنند و اگر همین طاغوت جاندار زنده باشد تکفیرش میکنند و در حالت قدرت نابود میکنند. براءت همین است. اول از مشرک براءت اعلام کردند، از مشرک جدا شدند. امروزه این برادری که امروز توبه کرد ما میگیم که انمین است مسلمان، شرط مسلمان شدن شما همین است که باید مشرک‌های ترک کنید. اگر من مسلمانم گویدو مشرک‌های ترک نکنید، مشرک تکفیر نکنید، گوید که من مسلمانم اما من مشرک تکفیر کردن صوفی کافر گفتن من فتنه میدونم، گوید قول مسلمان انسان نمیشد، کافر میست. نماز 5 وقت خوند، روزه دارد، حج کند، همین کار کند، تکفیر نکند مشرکا، براءت نکند از مشرکین، این کافر است و مشرک است، در ملت ابراهیم علیه السلام نیست، توحید ندارد. انمین است که منهج ملت ابراهیم، منهج همه پیامبران، منهج محمد صلی الله علیه و سلم همین بود که مشرک میگفتند. خواه مشرکی که در غیر دین اسلام باشد، خواه کسی که در درون دین اسلام خودش مسلمان گفته مشرک باشد. و بعد از این هر چیزی که غیر الله عبادت کرده میشد همون باید انکار کنید، تماشا کردن نیستید، همون کفر دانید و پرستش همون چخیلی که گفتیم براءت کنید و عبادت کننده هاشم تکفیر کنید. و مانند رافضه ها قبر پرستند، هم قبراش نه انکار کنید، هم رافضه ها تکفیر کنید. صوفی ها قبر پرستند، صوفی ها تکفیر میکنید، قبر پرست های قبرشو اینشم کفر است و شرک است میگید. طاغوت ها حکمی بغیر الله میکنند، تکفیرش میکنید، حکم بغیر ما انزل الله طاغوت میگید و نابودش میکنید، بعد میبینید بغض عداوت دارید. و این دموکرات خواهایی که از خودش نهضت اسلام میگود و گروه بسیار میگود، میگه که اینا مشرکند، اینها زیرا که مشرکند حکم غیر الله اراده کردند، همون منهجشون منهج طاغوتی است، براءت اعلام میکنه. اوزیری های تکفیر میکنید، منهج از منهجش براءت اعلام میکنه. انا همین خل، انا من ملت ابراهیم علیه السلام. بارک الله فیکم. یا قانون برارهای میگه که قانون برارهای ما از شما براءت اعلام میکنیم، کافر مشرکید، همون قانونی که شما میبرارید این چیز طاغوت است. انا من است ملت ابراهیم علیه السلام. این توحید به وجود نمیاد. این توبه هم با وجود میاد.
بله بفرمایید. میگم همین نام از ترسی که همین ما را بسیار وقت و همین بعضی همراه میگن که در این گروپ ها نداره تو را میبرن ترمه میگن اینا کشون شخصانی هستن که با دولت یعنی با دولت طاغوت یعنی هم دولت طاغوتی که ما ازش نفرت داریم میگه با همینا کشون یعنی که تصفیش دارن که رفت ملاقات دارن رابطه دارن میگه اینا ترا میگه اینا همه را بوده با ترمه چی نمیگن چیوک اینا این قدر توحید میگن این قذافا خوب میگن مرد اینا چه آدم میگوزن برای همه میگم ما همین نام آیتاز ما هادی مونده که نام ما دیگه چه بوده همین سبب دروغ میشه ما چی گناه میگیرم یگان گناه نیست. نام ما اصلا به همه کسایی که همین گروه میدارم میگیم که نام هاتون دیگر کرده داره کنیه مونید. نامتون بگید که ابو عبدالله گفته داره، ابو محمد، ابو احمد. این سنت پیامبر است. نام پیامبر محمد بود، کنیهشون ابو القاسم بود. ابو القاسم لقبشون رسول الله صلی الله علیه و سلم بود یا صدیق الامین و غیره. از همین جد بارک الله فیکم برادرهای موحد وقتی که همین جبه میدارن کنیه مونن، این سنت است، سنت پیامبر کنیه موندن است. ابو عبدالله گفت اگه فرزند داشته باشد فرزند کلونیتون کسی کنیه مونید. و بعد از این ما براعت خود در همکاری کردن با یگان حکومت طاغوتی یا یگان نمود طاغوت ها اعلان میکنیم و همه طاغوت ها تکفیر میکنیم و همه طاغوت ها با ما دشمنن و شب روز ما میخواهند یگان برای ایجاد کنند. لیکن ما توکل به الله میکنیم و ما میدونیم که الله رب العالمین است و الله همه این دنیا در دست الله بمانندی در نزد الله بمانند یک پشه قناتش قدر نداره. الله خودش ما حفظ میکند. این طاغوت ها در نزد الله بمانند یک نورچه هم نیستند. الله خارشون بکند. طاغوت امریکا است، روس است، تاجیک است، همیشه الله خارش میکند. و ما به الله رب العالمین که همه این طاغوتچه ها در نزد الله یک ذره نیستند، بمانند یک کمیتگی پای سگ نیستند، ما پروایی نداریم، زیرا ما اعتقاد داریم که الله خودش حفظ میکند. ما را یکم مسئله دوم، رسم کتی اینجا به رسم خودتون مونده یا دیگر مونده، رسم کتی ندارین ولی طاغوت ها ما را بد میبیند. به خاطر همین درون این گروه ها به بعض طاغوتچه ها میدارد، رسم شما میگیرد، از رسمتون شما میابد و شما برده اذیت میرسونه. اما بارک الله فیکم برادرها و خواهرهای موحدم گوش میکنین که ما شما هیچ وقت نفروختیم و نمیفروشیم. هم شما آذری ها میفروشد، جهمی ها، صوفی ها، حزبی ها و غیره. اما اگر اینجا نام خود کسی درآید، رسم کسی درآید، اینها از همین نام خودتون رسمتون میابند و شما ضرر میرسید. شما احتیاط کنید در هیچ جا نامتون نگوید، رسمتون هم نمونید و نامتون هم ننویسید و این به شما هیچ گناه هم نیست، این ضرر هم ندارد. اما اگر ترمه روید هم دانید که ترمه رفتن این به جهنم رفتن نیست. ترمه رفتن این به جهنم الله رفتن نیست. ابن تیمیه رحمه الله میگویند که یک جنت هست در این دنیا که هر کسی به این جنت ندارد به جنت الله در آمدنش مشکل است. جنت این دنیا ترمه است. به خاطر الله طاغوت ها برده تو را اذیت بگیرند، به خاطر الله برده تو ترمه کنند. این یک اجر است. این دنیا انمین است که تو در این دنیا یگانه الله عبادت بکنی. و بعد از این در درون ترمه هم الحمدلله برادرهای موحد زیاد هستند. ترمه بار دیگر میگیم جهنم نیست. به الله توکل کنید. همین درون ترمه برایش یک مدرسه میشه. حرکت کرده آهسته آهسته درون ترمه هم میشه دعوت بکنید. همونجا استاد بخشی زیاد ما یک چیز دوستانی هستم مکان در وقت تنگ خانه دور قیمت شما باور که چقدر زیبا هستم اما در کم دست تنگ نمیرسد. ما یک چی میگم عذر از همه برادرایی که ما در حق اینا سخت گفتم بعد که حقیقت فهمیدم از اینا ما اولش که توبه را در پیش الله میکنم با این گناه ها کمبیده و خطا ها و از این برادرها ما اینا ما وقتی که از شناختنم بگوام فلانی تو برو ما هرگز از دینم نمیبرم، نه که از گروپ اینا میبرم، ما از توحید نمیبرم، از گروپ که اینا مرا میگن برو میبرم.
ما انشالله بخشش زیاد به همه برادرایی که در اول من اینا را سخت گرفتم خیر بخشش استاد ابو محمد شما را جزاکم الله خیر الحمدلله که من از صحبت تماسی شد هر وقت در تلفن در ویدیو و یوتیوب شما را گوش میکردیم امروز الحمدلله من با طریق من خیلی شما را شنیدیم از برادران خواهش و از شما این سخنران خوب استاد خوب دارین التماس اخلاق حمیده را پیش برای بسیاری ها به خدا نمیدونند به همون عقیده صوفیگی شونند سبایه را آشاسته فهموندن در کو یک که بوره سخت میگیره به خدا ما همه جا اول سخت گفت و قطعه نو بعد که فهمیده این برادران راست گفتن ما دیدم که بدعت بوده مولود دیگه چیزا ما قبول کردم توحیده این صدقت جزاک الله خیر خدا همه تا نگاه بدارد ما با گوش میکنم ما کم کم کار دارم گوش میکنم برادر اعظم الله بارک فیکم ملت ابراهیم علیه السلام این است که براءت از کفار مشرکین و براءت از فعل آنها است و در دوامش میگن که و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم ما به شما کفر می‌ورزیم یعنی به همون فعل کفریتون و به خودتون کفر می‌ورزیم یعنی شما ترک میکنیم بعض از علما اینو تقولن اکفرناکم یعنی ما شما تکفیر میکنیم و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده و بین ما و بین شما ای مشرکین دشمنی و عداوت از همین روز ظاهر شد تا زمانی که ایمان به الله بیاورد بارک الله فیکم از همین جهت نام قرآن هم فرقان است همین یک نام قرآن چی است فرقان چی جدای انداختن جدای اندازنده همین قرآن جدای اندازنده است بین چی جداگی می اندازد بین مسلمان ها نه بین کفر و بین توحید بین ایمان و بین اسلام و بین مشرکین و کفار و بین مسلمان و مؤمن و موحد یعنی بین حق و بین باطل قرآن جداگی می اندازد همین نام قرآن فرقان است وظیفه اهل قرآن همین است که باید بین حق و بین باطل جداگی اندازند و بین اهل حق و بین اهل باطل جداگی اندازند خیلی که در روایت امام بخاری صحیح روایت امام بخاری کتاب صحیح بخاری اومده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن انا الفارق بین هذا و هذا من همون انسانی هستم که فرق گذارنده هستم بین این و بین این در روایت اومده است که بین الحق و الباطل یعنی پیامبر میگن که وظیفه من همین است که بین حق و بین باطل تفریقه جدا کنم انا الفارق من فرق گذارنده من تفریقه کننده هر دعوتگری که خودش از اهل توحید میگه هر دعوتگری که خودش از اهل اسلام میگه اما بین حق و بین باطل جداگی نمیاندازه تفریقه نمیکنه بین انسان ها تفریقه نمیکنه یعنی اهل حق و اهل باطل جدا نمیکنه این منهج پیامبری دعوت نکرده است باید حق واضح باشد اهل حق واضح باشد باید باطل واضح باشد و اهل باطل واضح باشد و در بیان کردن حق و اهل حق ما باید از کسی ملامت دشنام کننده پروا نداشته باشیم و از بیان کردن باطل و اهل باطل و حکم آنها هیچ پروای از کسی نداشته باشیم همین است منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج ابراهیم علیه السلام و منهج تمام انبیا بارک الله فیکم من بیرون میشم حالا انشالله با شب میبریم صحبت میکنیم من به خاطر این در اومدم که کسی میخواهد که یعنی یک قدم به سوی توبه زد او را به توبه کشاله کنید سوال کوتاه ممکن اوید همین موضوع شیخ بله بفرمایید در همین زمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم همین شخصایی بودن که اول و یا ایمان آوردن بعد از ایمان آوردنشون کافر شدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه با اونها براءت کردن بارک الله فیک بله در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصانی بودن که پیامبر دیدند و ایمان آوردند و در همون حیات پیامبر گشته مرتد شدند بله بودن یکی از اونها بود که پیامبر به ایمان آورد
و پیامبر شریعتشون قبول کرد، مسلمان شد. اما باز یک منع کرده پیامبر کرد کافر شد. پیامبر حکم قتلش دادن. صحابه گفتن که روید قتلش کنید، اون مرتد است، روید قتلش کنید. این یک آدمی بود که زنی پدرش نکاح کرده گرفت. زنی پدر نکاح کرده گرفتن در قریش جاهلیت بود. پدرش وفات کنه زنی پدرش میگرفت نکاح کرده خودش. بعد از شریعت اومدن الله اینا حرام کرد. پیامبر همینا رسوندن. لیکن بعد از رسوندن یک آدم پیامبر به ایمان آورد و باز زنی پدرش نکاح کرده گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله مرتد شد، روید اینا تکفیر کردند. همه صحابه تکفیر کردند. پیامبر یک چند نفر فرستاد رفته قتل کرد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک زن و یک چند انسان ها پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام دادند، دعوای مسلمانی میکرد. صحابه تکفیر کردند و خود پیامبر تکفیر کردند و حکم قتل شمون. یعنی این مسائلی که بزرگ بود. و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در یمن یک عده بریده واقع شدند و قسمی از اون پیامبر اونها را به دعوت، اونها را گفتن که شما کافر شدید، مشرک شدید، توبه کنید. قسمی توبه کردند و قسمی صحابه فرستادن تکفیر کردند. انا این بود معامله پیامبر صلی الله علیه و سلم که بعض حالت ها که حجت قائم شده بود و گناه سخت بود یک بار قتل میکردند و در بعض حالت و بسیار حالت در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکردند؟ اول به سوی توبه کردن دعوت میکردند که توبه کنید، به حجت های میرساندند. اگر توبه نکند بعد از این حکم تکفیر معذب میکرد. برای این منهج پیامبر چیست؟ در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر، خصوصا در مسائل شرک، اول باید به سوی توبه باید دعوت کنید. مشرک میگوید، کافر میگوید، بله به همین تمام نه. بعد از این باید دعوت کنید. باید بفهمونید که همین عملش کفر شرک است. با آداب و با اخلاق و آهسته و به خصوص کسی که میخواهد که قبول کند. زیرا که کسی بود از مسلمان شده بود و بعد از این مرتد شد و بعد از این گشته با مسلمان شد، توبه قبول کرد. ابو طلحه الاسدی. ابو طلحه الاسدی کی بود؟ ابو طلحه الاسدی این قومی از قوم اسد بود. ابو طلحه پیامبر با امت ایمان آورد و بعد از وفات پیامبر اعلان کرد که من پیامبر هستم. سبحان الله. اما پیش از صحابگان باید رفته قاپیدن، حالی صحابه رفته و ناقاپید توبه کرد. اگر می قاپیدن توبه کردن حکمش قتل بود، اما حالی نقاپیدن که توبه کرد، خودش به اختیار خودش توبه اون ابوبکر صدیق عمر اجماع صحابه قبول کردن. البته به وی سخت باور هیچ کس نمیکرد، اما وی همچون ظاهرا مسلمان و حکم کردن و هیچ کس نمیگفت گشته که این خوشه پیامبر گفته بود دیگر تمام نه، این خیلی نه، توبه کرد. ما ظاهر به نظر میکنیم. بارک الله فیکم برادر عزیزم، الله می شما را حفظ بکند. الله برکت میکرد برادرهایی که این گروه شدند و برادرهایی که در این گروه وقت خود صرف میکنند و میایستند و سوال و جواب میکنند و بحث مناظره های علمی میکنند و این همه سبب میشد که اسلام نصرت یابد. این همه سبب میشد که توحید منتشر شود. توحید به انمین راه منتشر میشه، به صحبت کردن، به مجلس ها، به گروه ها، به جماعت ها نشستن، صحبت کردن، نافهمی های برطرف کردن، سوال جواب کردن، بحث مناظره کردن. موضوع توحید به چقدر صحبت زیاد شود، همون قدر توحید به مردم ان شاء الله خوب میشه. الله همه شما برکت بدهد، اجر بدهد. الله سبحانه و تعالی از نصرت دهندگان دینش همه ما را خراب کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.